وقتی وارد مجموعه این شیپ بادی میشین، اولین کاری که انجام میدین اینه که ازتون یه بادی آنالیز میگیرن با این دستگاه که دقیق بدن شما رو آنالیز میکنه، چون هر بدن میزان چربیش، درصد چربی، درصد عضلش با بدن دیگه متفاوته. حتی متابولیسم هر بدن با اون یکی بدن متفاوته. پس تعداد جلسات، پلنی که براتون میریزن تماما بستگی به آنالیز بدنتون داره. این باید دقیق انجام بشه تا بتونن یه پلن درست براتون بریزن. بریم که با هم انجامش بدیم. خب من برم نامه اعمالمو بگیرم ببینم تو چه وضعیتی ام. امیدوارم تو وضعیت خوبی باشم. آبروم نره. تموم شد. بریم ببینیم برنامه چیه، چیکار باید بکنیم. خب همونطور که میبینید میزان آب بدن رو اینجا داریم، پروتئین رو